سرخط مهمترین خبرها: داد و گرفت تاجیکستان و چین در نیم سال 0.5 میلیارد دلار کجا شد؟ دادن شناسنامه‌های بیومتری را در روسیه قطع کردند. و امام علی رحمان از جامعه جهانی خواست مردم افغانستان را تنها نگذارند. درود بیننده عزیز، هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز 29 آگوست است. چین داد و گرفت مال با تاجیکستان را در 6 ماه اول امسال 1 میلیارد و 170 میلیون دلار حساب کرده است. اما مقامات تاجیکستان گردش مال را با چین 670 میلیون دلار میگویند. آمار پیشنهاد کرده مقامات تاجیک از آمار نشر کرده جانب چین قریب 0.5 میلیارد دلار کمتر است. یک کارمند بلندپایه سابق گمرک در تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت قسمی از این فرقیت به ساختکاری سندها ربط دارد. به گفته این همصحبت ما، اگر مالی نسبتاً گران ارزش وارد شود، در حجتها به نمود نسبتاً ارزان مال برای مثال مسائل ساختمانی یا چیز دیگر عوض می‌کنند و مالیات آن به مراتب کم می‌شود. نمایندگان رسمی خدمات گمرکی تاجیکستان همواره ساختکاری را در گذرگاه‌ها رد کردند، هرچند فساد در این بخش آشکارا در سطح رسمی اعتراف و تنقید شده است. کارشناس امان اسرار میگوید فرقیت 500 میلیون دلار در نیم سال تنها نتیجه رشوه‌خوری و چشم‌پوشی ناظران گمرک نیست. به گفته او، تاجیکستان چندین شرکت را از سپردن انداز و باج گمرکی هنگام آوردن مال آزاد کرده است و قسم زیادی از این مالها از چین می آید. دوم، به گفته این کارشناس، قسم از این مالها توسط تاجیکستان به کشورهای دیگر می روند و این هم در آمار چین می ماند. فرق کلان در آمار تاجیکستان و چین در گذشته نیز رسانه شده، مقامات آن را به گوناگون طرز حساب پیوند دادند. بعضی از کارشناسان جواب را باوربخش نمی دانند. رادیوی آزادی این موضوع را تحقیق کرده است و شکل پره آن را می توانید در سامانه azadi.org مطالعه کنید. وزارت امور خارجه روسیه گفت دادن شناسنامه‌های بیومتری را به سبب‌های فنی باز داشته است. وزارت سبب این کار را نگفته است، ولی پیشتر از این در روسیه دادن سندهای داخلی بیومتری را به سبب نارسایی چیپ‌های ضروری متوقف کردند. بنابر تحریم‌های کشورهای غربی به ضد روسیه برای جنگ در اوکراین، مسکو از خرید تکنولوژی‌های پیشرفته کامپیوتری محروم شد. ماه ایون بانک دولتی سبربانک گفت چیپ‌های کهنه کارت‌های بانکی را نوسازی کرده برای کارت‌های نوی بانکی به کار می‌برد. سالهای اخیر مردم زیادی در تپه‌های گرد و اطراف کابل منزل بنیاد نمودند. زمان این محله‌ها با نیروی برق تامین بودند و آب توسط نسازها به آنها رسانیده میشد، ولی امروز نه نیروی برق دارند و نه آب. گزارش امیرزانبی خالقزاد در این باره است. صدها ساکنی تپه‌های کنار شهر کابل از کمبود آب اذیت می‌کشند. کمبزیاتی و خشکی سالهای اخیر حیات آنها را خیلی دشوار کرده، بعضی را به بستن کوچ از این منطقه مایل کرده است. ساکن دهه کوه بالا مومنه میگوید هر کسی خری بارکش ندارد مثل او مجبور هست ظرفای آب را در سر کتفش به منزلش برد. انا 3 سال شده که از اونجا میری اونجا ما نیه. وقتی برق بوده و که نبود نیه. خلاص میری اولاغ نداره در پشت خو میری. به قبل این خانم آبکشی هر روز او را بیمار کرده است. رئیس شهرک سرا میشت ابراهیم علمداد میگوید مشکل کمابی این کناری پایتخت افغانستان تاریخ طولانی دارد. 3 سالی که ما شرکت خصوصی او نمیداد، باز از قطع شدن نمی چاست و باز کسایی که از طرف افشار میرن از این خانه، کسایی که پایپ دارن در یک زاری و وزر یک بشکه میگیرن. دیگه اکثریت مردم بنا به کوچ کردن است، رفتن از منطقه بود. منطقه را اکثریت تخلیه کرده. به وجه عموم تمام گوشه‌های شهر کابل با کمابی مواجه بوده است و جمعیت هلال احمر افغانستان تصمیم دارد کابل را با آب پاک آشامیدنی تامین کند. ما برنامه داریم که از پنجشیر و دیگر استانهای افغانستان به ولایت کابل آب پاک آشامیدنی انتقال دهیم. همچنین ما نقشه داریم آب انبار بنیاد نماییم که برای برآوردن نیازمندی‌های روزمره 2000 خواجگی کفایت کند. اما مومنه اصرار می‌ورزد که مشکل اساسی نداشتن پول است.
که در موتر گردوان در پایین اونجا که میاد از او خریدن نمیتونیم. شوهر این زن عرابکش بوده، درآمد بزرگی نداشته است، ولی امیدوار بوده است که روزی سرمایه ضروری پیدا نموده از تپه کوچ می‌بندد. رئیس جمهور تاجیکستان خواهان یاری جامعه جهانی به مردم افغانستان شده است، جایی که بیش از 1 سال با زیر اطاعت گروه تندروی طالبان است. امامعلی رحمان روز 26 آگوست در صحبت با دبیر کلی سازمان ملل گفته است جامعه جهانی مردم افغانستان را در شرایط مشکل امروزه تنها نگذارد. رئیس جمهور تاجیکستان گفته است کشورش آماده پیشنهاد راههای خود برای رسانیدن کمک به افغانستان است. تاجیکستان حکومت طالبان را که ماه آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کرد قبول ندارد و برعکس پشتیبانی خود را از جبهه مقاومت ملی در پنجشیر اعلام کرده است. روز 28 آگوست 2 کشتی جنگی نیروی بحری آمریکا از آبهای بین المللی کنار جزیره تایوان عبور کرده است. این کار اعتراض مقامات چین را به میان آورد و پکین از مشق‌های گسترده نظامی در اطراف جزیره تایوان خبر داد. نیروی بحری آمریکا خبر داد که عبور این کشتی‌های جنگی در دایره عملیات معمولی است که از 8 تا 12 ساعت دوام می‌کند و جانب نیروهای چین با دقت آن را نظارت می‌کند. در سالهای اخیر کشتی‌های جنگی آمریکا و بعضاً کشتی‌های بریتانیا و کانادا از گلوگاه نزدیکی تایوان عبور می‌کنند و اعتراض‌های چندین کرته چین را به میان آورده است. صرف نظر از انتخاب حکومت دموکراتی در تایوان، پکین این جزیره را قلمرو خود می‌داند. آغاز ماه آگوست نانسی پلاسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر کرد و این کار ناراضگی سخت چین را به میان آورد. از آن زمان تا کنون نیروهای چین در اطراف تایوان مشق‌های گسترده نظامی را انجام می‌دهند. رئیس جمهور مولداوا هنگام تجلیل از 100مین سالگرد استقلال این کشور شوروی سابق تجاوز روسیه را به خاک اوکراین محکوم کرد. مایا ساندو روز 27 آگوست در کشینیوف گفت جنگ ناعادلانه روسیه علیه اوکراین به ما بهای آزادی را روشن نشان داد. مایا ساندو مسئول سابق بانک جهانی در آمریکا تحصیل کرده است و غربگراست. او گفت امسال مولداوا کشوری داوطلب برای پیوستن به اتحاد اروپا شد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 29 آگوست را فرا میگیرد. 6 عصر پیش در سال 1417 در میدان معروف رگستان سمرقند نبیره تیمور اولوغبک امیر این شهر و دانشمند علومی دقیق و ستاره شناسی معروف دور مدرسه را بنیاد کرد که برای تحصیل و زیست 100 شاگرد پیش بینی شد. در 2 عصر بعدی در این میدان 2 مدرسه دیگر شیردار و تیلاکاری ساخته شدند که دانش‌های بلندی علمی دور را فراهم می‌کردند. سال 2001 یونسکو پایتخت مدنی تاجیکان را که حالا در حدود ازبکستان است به فهرست میراث فرهنگی جهان وارد کرد. به دنبال امریکا در تاریخ 29 آگوست سال 1949 در اتحاد شوروی نخستین آزمایش بمب هسته‌ای برگزار شد که برای ایجاد آن از اوران استحصال شده در کارخانه تباشر شمال تاجیکستان کار برده شده است. کمبینات کوهی و کیمیایی لیناباد که بعداً به وستاکردمت تبدیل نام کرد، سال 1945 مخصوص با هدف کمک در ایجاد بمب هسته‌ای ساخته شد. 29 آگوست سال 2018 در باغ جانوران شهر هلوبوکا над Vltavой جمهوری چخ به خرسک تیانشانی تولد شده از مادر تاجیکستانیش اسم تاجیکی ناخن سفید داده شد. در انتخاب نام خوانندگان رادیوی آزادی مساعدت کردند و دانشمندان کارمند باغ جانوران نام علمی تاجیکی را انتخاب کردند. ناخن سفید ملموی ادامه دهنده نسل خرس‌های نادر بوده به فهرست جانوران در حال نابود شوی داخل می شود. قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی نظر به آخر هفته گذشته تقریباً به تغییر است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 166 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1013 سومانی عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 29 آگوست چنین تعیین شده است.
بیننده عزیز، به پایان برنامه نوید رسیدیم. تشکر که با ما هستید.